پیغمبر فرمود شب معراج 8 درب بهشت را مناظره نکردم مگر رو هر در بهشت بعد از اقرار به الوهیت خدا و اظهار به رسالت من ختم انبیا عبارت سومی بر درهای بهشت نبود مگر نام برادرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فرمود بدانی علی در نزد اهل آسمان ها معروف تر از من خاتم النبیین بود. پیغمبر فرمود شب معراج شنیدم که آسمانیان او رو اسدالله الغالب می‌خواندند و خدای جل و علا او رو عنوان امیرالمؤمنین ارزانی کرد که تو نظام هستی احد دیگری با این عنوان و با این مطلب خوانده نشده